این ویدیو میخوایم این الگوی جذاب رو که خیلی جاها از جمله پتوی نوزاد استفاده کنید و با هم یاد بگیریم و ببافیم. همجور که میبینید طرح خیلی قشنگی داره، قسمت پشت و جلوش هم که به این صورته. بافت خیلی ساده‌ای داره، کلاً یه رج تکرار شونده داره و شما اون یه رج رو انقدر تکرار میکنید تا زمانی که به اندازه مورد نظرتون میرسید. زنجیرهای اول بافت هم تنها چیزی که نیاز رعایت بشه اینه که تعدادشون فرد باشه و نیازی نیست عدد خاصی داشته باشن. توی این بافت هر دو رج رنگا عوض شدن. الان اینجا دو رج از این آبیه بافته شده، دو رج توسیه، دو رج سبزه. ولی خب شما دیگه اینکه تعداد رنگاتون چند تا باشه، هر چند تا رج رنگا رو عوض کنید کاملا اختیاریه. اگه بافتتون خیلی بزرگه میتونید یه تیکه کوچولو ببافید، مثلا انقدی، خب، و رنگاشو عوض کنید. ببینید چه مدلی دوست دارید، اینکه هر چند تا رج رنگاتون عوض بشه، ترتیب رنگاتون چه جوری باشه و بعد بیاید توی یک بافت بزرگتر پیاده‌اش کنید. از هر کانوایی هم که دوست داشتید میتونید استفاده کنید، ولی خب ویدیوی راهنمای خرید کانواها رو هم ببینید، خب بهتره، اینجوری انتخاب دقیق تری دارید. من برای آموزش تیکه کوچیک میبافم، ولی خب چیزی که مشخصه اینه که شما به اون اندازه عرض کارتون زنجیره میزنید، بافت رو شروع میکنید، ادامه میرید تا میرسید به اندازه مورد نظرتون. و فکر کنم همین دیگه، نکته دیگه ای نباشه. اگه آموزش رو دوست داشتید منتظر لایک و نظراتون هستم، بریم تا ببافیمش. برای شروع یه گره درست میکنم و زنجیره میزنم. تعداد زنجیره هم باید فرد باشه. خب من اینجا یه تعداد زنجیره دارم، میام بافتم رو شروع میکنم، رج اول رو میبافم. بافت رو از زنجیره 4 شروع میکنم، از این بالا که میشمارم 1 2 3 4. میام داخل زنجیره 4 و یه پای نیم دوبل میبافم، 1 2 3 و 4. این از این. میرم زنجیره بعدی، اونجا هم یه پای نیم دوبل میبافم. پای نیم دوبل هم به این صورته که یه بار نخو میگیریم، میریم داخل خونه مورد نظر، نخو میکشیم بیرون، 3 تا حلقه داریم، هر 3 تا رو با هم میبافیم. پس توی این رج من داخل همه این زنجیره ها یه دونه پای نیم دوبل میبافم.